هم کسی کامره اونجا دوستا سعی کنی مسجد کوفه چقدر نجیس مردار نگاه منم سعی خواهیست سرشون چه خالا رو سعی ایوه می بخمدیش میشه تا پس ما رو در خانه زندگی کن یک مریضی دقیقا ما سلام آدایم مثلا دوستا خیلی بد گرفته دیگه این هم از مسجد کوفه آبادیم رسیدیم کوفه گوشیم هم شارژ نداره دوستان مایک من میده شد شانسی در ماشین دیگه به جای شما هم زیارت منیم انشاءالله که قبول بشه این هم از نگاه کردن مسجد کوفه هست هر کسی چیز مخیبه در جای 300 لاشقالی چیزی بین نزه هر دقیقا این گناه دولت نیم گناه مردم هست نه باید در اصل گناه دولت نیه گناه ملت هست مردم که وقتی چیزی میخوره است نگاه اینجا سطل آشغالیه ولی آشغالا رو میندازن اینجا و این وضعه خب دوستان گفتیم سفر داریم از حرم ماملی نتونستم فیلم بگیرم خیلی شلوغ بود اینی هم از مسجد کوفه که حضرت علی علیه السلام به نامردی به شهادت رساندن یعنی شلوغی و بریباریشی ما دوستا قدمونو شاید بعض خانم ها اجازه ندن برای همه انشالله باز برای شما از خود کربلا فیلم کت گرفتیم فاطمه الزهرا یا نبیرا خب اینم در ورودی قبر مختار آره خب دوستان عزیز اینم قبر مختار بلده پشم دعا کردیم دعا مونیم انشالله که شما ما از دعا فراموش نکنیم این که یک جای دیگه شد ببخشید خانم ای خانم میرن بکنه خب بریم نمیذاره من رفتم گفت مردای من خب بکش می خانم کجا سکن میرن اینجا الان خانم میرن بریم تا در ورودی رو پیدا کنیم این چقدر سرده چقدر گرمه اینم حرم مسلم ابن قاسم از اینجا دور میزنیم الان اینا این بیچاره خوابیدن اینجاره بعد 40 به خیلی خوبه زن و مرد نداره باور داری؟ همه با هم قاطیه همه خیلی شلوغ شد 40 ناشده اینقدر شلوغ شد بعدا میگیرم این در کجا بود؟ این در چیه؟ در ورودیش دیگه نه میدونم ورودی کیه؟ مسلم ابن عقیل خب اینم ورودی مسلم ابن عقیل و مختاره بیازی مر بریم زینب ایناش اینم دست زینبه جاتون خالی اومدیم برای همه شون دعا کردیم انشالله که حاجت رواشین همه همه گفتن مورین جای دیگر نمورین زیارت و اینا جای زیارتی ندارین بیا به خاطرش ما آمدیم کربلا اگه نه آمادگی نداشتیم اول نه خواستیم 40 بریم
حالا به خاطر دوستا خواستیم زودتر بریم، به خاطر از شما که بکنیم ویدیو بگیم. برداشتیم. شلوغ نمیتونیم بیشتر جایش دیگه کت بشه بخشش باشه. ما می تو تشنه شدم، گلون نوخی خشک شده، از این مریض شدم. آیا این مهر رجل پای نگه رانا ہے خب دوست عکس ممنوعه، من کت میکنم بعد انشالله حرف میزنیم. این مروه، این حضرت مروه، حسینیم حضرت مروه. خوش اومدن. این حضرت مروه.